خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از چپتر 5 فورتنایت و اینکه امروز با یکی از رفیقای فان و باحالم امیر محمد 0870 بریم یه دست زیرو بیت بزنیم و اینا. بریم این دست چه میکنیم؟ این دست رو فقط میخوایم با اسنا بریم جلو. خب چالشی هم نیست، همینجوری میخوایم بریم. خب امیر محمد یه سلام علیکی شما بکن. ای صفر آخر آیدی من یادت رفت دیگه. عالی گفتم دیگه. امیر محمد 087 منطقیه. سلام میکنم به همه. نه همین دیگه سلام میکنم. بله لایک و کامنت یادتون نره، چنل برام حتما ساب کنید و اینکه به من انرژی زیادی میدید دیگه با این کارتون. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان عزیز برگشتیم. بریم در این منطقه که امیر محمد 0870 الان راضی هستی. 0870 نه 0870. دوستان حالا اینجوری بگم به تو چه؟ آقا آیدی منه یعنی دوستان خب من اینجا تا حالا نیومدم لند کنم. دوستان امیر محمد یه چیز مسخره گفتش که یادم بنداز وسط مش براتون یه تاسی بندازیم. یه تاس معذرت میخوایم براتون بندازیم. آره و اینکه این دستم فقط با قصه بریم جلو دیگه. میخوایم کلی اگه پیدا کردیم باشه. نه پیدا که میکنیم، اصلا کلا کمیاب نیست که بگیم اگه پیدا کنیم چشم. من میرم اینجا تو غلط میکنی. میبینی نه خونه رو میبینی. نه کوری دیگه کور آره کورم. تو مشکل داری دقیقاً روی نقطه میخوام لند کنم. منم میخوام اینجا رد کنم. ببین اینجا کردم اینجا لند کردم سیگما. خب تو غلط میکنی. خب بزنم OBS هم لانچ انمی یا پس انمی میگه انمی جونم. بزنم OBS من لانچ شد یا نه. آها یه لانچ منظرت. باش داشت زمان کشیدم شاتگان بدی. دمت گرم. انمی داری بیام؟ نه بابا این باز NPC بود. بیا اینجا بس این باتر بزنیم. بودو نه واسه اشکوی ندارم من. سب کن بیا اینجا من دارم. بیا بابا واسه اینجا دستگاه هیله. اینجا من پیستول دارم. بابا شطور سب کن. منم میام. سلام داداش امینه. طلا ندارم ماما. تو برای من چیز بگیر. ها طلا چی بگیرم برات؟ تو جون بخواه. چیز بده بی. متاسفانه موجودی تموم شد. نه جدی کلا بیکشی دیگه نمیفروش. چقدر زود تموم میشن اینا. تو ناموس که بودن. ببین سری بیا ما تو سری بیا. دو ماتا فقط بگو ماتا. بیا سری بیا. آقا یه روز بعد این بریم خونه این لاکوشن اینجا رو پیدا کنیم تو مپا. من دارمش. راست میگی. گوشه یا نمینداختی. کانتنت خوبیه. یادم رفت اون ویدیو لاکوشن اینجا که گذاشتم در چنل چیز کنم. این اصلیه نیست. این کیکه؟ آره کیک بود. بیا بریم واقعیه رو بزنیم. بابا اسکل برای تون خود چیز انمی مثل مدالین رو زده. کجا؟ بیا بریم. امیر محمده که همه چیز رو انمی میدونه. آقا من شاتگان ندارم. شاتگان من دارم ولی نمیخوام بهت بدم. یارو غیب شد. نه اینجا ناک. بری اینو باز کنیم. برش کن یارو مارد. باشه بابا. بیا من شاتگان ندارم. سری بیا. مثلا اینجا باته. خودت هم دمیج میخوری؟ چه عجیب واجی ریده شد تو شیلم. بیا این شاتگان. نه دیگه نمیتونم. یه دونه اینجاست پیدا کنم. بابا مراسم که نیست که میگی دیرت شد. بیا یارو کجاست؟ نمیدونم. از این گانه‌ی برفی میخوای؟ برف پرت کن. دارم. سلام خوشگله.
لو ماده اه. بذار باشه همش خورد به دیوار. باسا بشور. بابا خدا برداریم مدالیه رو بردار. آیه کل زندگیم روی دوله همچنین اینا واسه تو. ویگی بزنم ویگی؟ چی کار اون کن نمیدونم به نیازت میشه دیگه. خب بگو غلط کردم تو در باز کنم. برو باز کن حرف نزن بابا خب یا گره نکن آقا. استراپ رو برمیداریم الفرار. اوکی اگه داشت باشه داره. داره چه عجیب حاجی من لجندش الان دارم. پشمام. بده تشویقات الاحرام تشویقات الهرام. اینا همجوری هم عشقی میزنم از اقل. بابا اینا رو باز کنه حیفه عیبه. خب این وقتی اینجاست چرا به من نمیگی؟ عجب با چی؟ الان خوبه اینم خوبه اوه اینا رو بزنیم خب بابا خیلی زیبا پیککس داره میزنه. پیککس بتمن حتی داره. داشت بتمن به ایمینم نمیاد خاک تو سره. بیا بریم. مهم نیست. برو عقب برو اونور برفی نشی برو اونور. آقا به نظر بیا بریم دیگه. بیا بریم. وقتو تلف نکن. چی وقتو نری من اینا رو بردارم. نه تو هم رو گیره ما میگم نه. بابا دیگه رپ کادشو دیگه خز نکنه اومس. آره موافقم بود. خب بذار من اینو بندازم. ماتا آفرین ماتا. منم بهت میگم ای محمد. نه حالا برمی‌داریم سگ خورد. بچه‌ها محمد تا ماتا مخفف اسم منه. محمد تاها باش. ترجمه نکن ببینین المادر چی میگه. 303 تا دمج خورد. نمیدونم حالا درست بودم یا نه. آقا میخوام این دست رو فقط با پیستول بیام. بنداز شطور. خدا هست این مال تو. نرو بعد اسپایدرمن جیندی خیلی شاخ شدی امین محمد. بریم حرف بزن بریم الان دیگه شاختر شدی. خب دوستان منو برگردیم. خب دوستان الان ما وارد زون شدیم. وقتی که تا من ویدیو رو کات کردم متاسفانه امین محمد کشته شد. بعد دور ریوایوش کردم دیگه گاناشو خدا رو شکر دوباره زنده شد. آره زنده. به دنیای یه بدبختی خوشش چیز برگشت. بله موتور برو. وایسا شاک بید چیجی تو همه جا داری؟ برام سواله. دیگه تمام شد دیگه ندارم. اگه اپیک بیاد یه دونه جا برای ایونتوریمون بذاره دیگه خیلی خوب میشه. حتی بعد میرم سوپرمن این دیگه. آها سوپر بایکر. آها نرو زیر آب آجی بایکر میشد موتور دیگه درسته؟ شک کردم این از بایک. ببین سایسل پس چیز. وای حاجی این بود ریدم.
برعکس گفت. کجا داری میری؟ از من دوچرخه رو همیشه موتور میدم. آقا بریم اونجا. اونجا جزیره. عمرن نه هیچ کس نیست الان دارم با اسنایپ میبینم. با اینجا 2 نفر متال دارم بدش. اصلا تا اونجا میرسه؟ هشمم رسید. نه اینا هم دارن میرن سمت چیز، اینجا هم نمیریم. بابا تو هم خیلی تو ترسویی. ببین اگه بتونیم با موتورت بپری اونجا بهت شیرینی میدم. آره سوپرمنم میتونه بپره. در 21 خورد بزن. سر 21 خورده بود. شات کرد. حال میکنین داداش سر 21 خورده بود چجوری نزدیش؟ نه منو وان شات کرد. حال کردی اومدم تا بزنم وان شات شدم. دوستان اسنایپ من خدای اسنایپ هم بابا اسنایپ نخوندم. بیا اینو بردار. تو ببخشید ما. اوه اون چی منو وان شات کرد خدایا. بابا اون اسنایپ اپیکر رو بردار شطور. اسنایپ لژند دارم من داداش کجای کاری؟ خب بعد میگفتی من تو اسنایپ آبی نداشتی. خب یارو اونی که مرده بود داشت برداشت. تو سوار شو. شیلد بده. شیلد بیا یه دونه دارم که واسه خودمه ولش کن. نه بیا من شیلد میخوام. این تو بچه خوبی هستی ببینم بیا یه همین یه دونه دارم فقط. بریم سوار شو. موتور نمیخواد بیا بریم. من هیل میخوام. ای خب بیا ریبوت کردن. در حال ریلود هستیم. ای آه استامینام تموم شده بود. خب بیت خریدم حالا. خب فعلا داریم خوب پیش میریم. من محمد نظر تو چیه تا اینجای کار؟ 2 بار که ناک شدی. که خوبه اگه عرب بهمون نیفته عالیه. تو یه بار کلا مردی، یه بارم که یه بار ناک شدی، شد 2 بار. آها بله. اینم شد 3 بار. در 22 بیا بیگ شیلدشو بردار. بعد وقت گوش نه بردار. بیا بیگ شیلد رو بردار. بودو الان آخر مش بگی آخر مش بگی وای من شیلد ندارم. واسه بیاد اینجا. بیا اینجا دیگه. 21 چرا بب نخورد؟ نه این دیگه آخر شد دیگه. خیلی کابل زدم. سر 21 ناک. اون یکی هم دیگه ناک تموم شد. کلا خیلی دارم بر میزنم. این محمد قبول داری؟ بگم کل وری من ریلودم. کجا وای شد اومد آب دیگه. آقا بریم جلو اونا. و 2 تا میاد. بالا وایسا 2 تا وایسا. آره 2 تا مدالین جلو اونا. برو بالا بیا بالا. ارمان مولتی تاسک. اوکی؟ باشه. کار 2 نفر. اینا پشت. جرأت داری بیشتر. اوه دیدی که تونست و پیک داد. تو نور اسنایپ دیدی؟ سرمسته که به یکیشون خورد. نایس. پشتم ونیه.
نه بعد انداختی یه خورده. آقا یکیشون داره کمپری میکنه. آره یکیشون دوتاشون. اوجی حواست باشه جایی دیگه نداره بریم بالا وایسی، مگر اینکه بریم اونجا، اونم که دوزون نیست. نه دیگه اصلا نمیشه با 3 تا مدالین. شیت داداش جرأت داری بیا بیرون. خب بریم اینجا. آجی این پشت ون احساس میکنم نه منتظر ما بریم. آفرین دقیقاً از این زیر بریم. بیا آی ناشی کو نه رفتش. بیا نم بیا آقا تو جلو من جلو رو دارم تو پشت. بله اوه بیا بالا. ناک وای سلام یکم داریم. اینو فینیش کن، اونو فینیش کن. کوش پایینه 100% پایینه. میدونم بذار من ریلود کنم. نرو بالا. اوکی بریم. اوه شیت دست شانس ندارم. گو خوردم. من این دست شانس ندارم. ماما تو منو بگی ولش کن. وای شیت سومین نفر شدیم. خیلی میسه بدی دادم. خیلی تو رو بد چرا اینجوریه؟ تو رو چجوری با اسنایپ زد؟ لیز بخورم. چرا من اومدم اسلاید بزنم لگ خوردم و یارو 250 تا با هدشات زد بهم. یعنی چی؟ این دست من فقط باید میمردم، هدشات میمردم. آقا جدی حداقل سومین نفر شدی. نه ببین اگه تو نمرده بودی الان 100% هر دوشون رو زده بود. ولی خدا شکر حداقل یکیشون که ناک بود. ولی مهم نیست. دوستان عزیز مرسی که این ویدیو رو دیدین. لایک و ساب یادتون نره. من و امیر محمد حتما تو ویدیو بعدی ان شاءالله 2 تا ویدیو بعدی انتقاممون رو میگیریم و اینکه آره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. بای بای.